آغاز حکایت شهریار و برادرش شاهزمان. چنین گویند که ملکی از ملوک آل ساسان سلطان جزایر هند و چین بود و دو پسر دلیر و دانشمند داشت. یکی را شهریار و دیگری را شاهزمان نامیدند. شهریار که برادر مهتر بود به داد و دلیری جهان بگرفت و شاهزمان پادشاهی سمرقند داشت. هر دو 20 سال در مقر سلطنت خود به شادی گذاشتند. پس از آن شهریار آرزوی دیدار برادر خود را به احضار او فرمان داد. وزیر برفت و پیغام بگزارد. شاهزمان همان روز خرگاه بیرون فرستاده، روز دیگر مملکت به وزیر خود سپرد و با وزیر برادر از شهر بیرون شد و در لشکرگاه فرود آمد. شبانگاه یاد آمدش گوهری که به هدیه برادر برگزیده بود بر جای مانده. با 2 تن از خاصان به شهر بازگشت و به قصر اندر شد. خاتون را دید که با غلامک زنگی در آغوش یکدیگر خفته‌اند. ستاره به چشم اندرش تیره شد، در حال تیغ برکشید و هر دو را بکشت. به لشکرگاه بازگشت. بامدادان کوس رحیل بزدند. همه روز شاهزمان از این حادثه اندوهگین میرفت تا به دارالملک برادر رسید. شهریار به ملاقات او بشتافت و دیدارش شاد گشته از هر سوی سخن میراند، ولی شاهزمان را کردار غلام و خاتون از خاطر به در نمیرفت و پیوسته محزون و خاموش بود. شهریار گمان کرد که خاموشی و حزن او را سبب دوری وطن و پیوندان است. زبان از گفتار در کشید و به حال خویشتن گذاشت. پس از چند روز گفت: ای برادر، چون است که تنت نزار و گونه‌ات زرد می شود؟ شاهزمان گفت: گر من ز غمم حکایت آغاز کنم، با خود خلق به غمم بار کنم. خون در دل من فسرده بینی ده توی، چون غنچه اگر من سر دل باز کنم. شهریار گفت: همان که به نخجیر شویم، شاید دل را نشاط پدید آید. شاهزمان گفت: گر روی زمین تمام شادی گیرد، ما را نبود به نیمچو بهره از آن. شهریار چون این بشنید خود به نخجیر شد و شاهزمان در منظره‌ای که به باغ نگریستی ملول نشسته بود که ناگاه زن برادر با 20 کنیزک ماهروی و 20 غلام زنگی به باغ شدند و تفرج کنان همی گشتند تا در کنار حوض کمرها گشوده و جامه ها بکنند. خاتون با او داد که یا مسعود، غلامی آمد گران پیکر و سیاه. خاتون با او هماغوش گشت و هر یکی از آن غلامان نیز با کنیزی بیامیختند. زنگی گهران میان گلزار اندر، لب بر لب لعبتان فرخار اندر. گفتی که به گلشن اندرون زاغانند، برگ گل سرخشان به منقار آنند. چو شاهزمان حالت ایشان بدید با خود گفت که مهنت من پیش مهنت برادر هیچ ننماید، نشاید که از این پس ملوم شوم. پس از آن برادر از نخجیر بازگشت. دید که گونه زرد شاهزمان ارغوانی و تن نزارش توانا گشته. شهریار شگفت مانده گفت: مرا از حال خویش آگاهی ده که چرا پیش از این تنت کاسته و گونه‌ات زرد میشد و اکنون برخلاف پیش تندرست و شادانی. شاهزمان گفت: سبب اندوه بازگویم، ولی سبب شادی نیارم گفت. پس ماجرای زن خویش و غلام زنگی و کشتن آنها را باز گفت. شهریار سبب شادی را مبالغت کرد و سوگندش داد. شاهزمان ناگزیر حکایت زن برادر و کنیزکان و غلامان حدیث کرد. شهریار گفت: مرا بسی است اعتماد بر خاتون، تا عیان نبینم باور نکنم، تا هست عیان تکیه نشاید به خبر بر. شاهزمان گفت: روزی فرمان ده که به نخجیر می شوی. چو لشکریان به نخجیر شدن تو بازی است که آنچه من دیدم تو نیز بینی. شهریار چنان کرد. پس هر دو برادر در منظره نهفته بنشستند. ساعتی نرفته بود که خاتون و کنیزکان و غلامان به باغ اندر شدند و در کنار حوض بنشستند. شهریار آنچه از برادر شنیده بود به عیان بدید و با برادر گفت: پس از این ما را شهریاری نشاید. آنگاه سر خویش گرفتند و راه بیابان در پیش. چند شبانه روز همی رفتند تا در ساحل عمان زیر درختی که در پیش چشمه‌ای بود لختی برآسودند.
پس از آن عفریتی بلند و تناور صندوق آهنین بر سر از دریا به در آمد. ملک زادگان از بیم به فراز درخت شدند. عفریت به کنار چشمه فرود آمده صندوق باز کرد و دختری ماه روی به در آورده با او گفت: ای پری روی آدمی پیکر، رنج نقاش و آفت بدگر، که تراشب زفاف از کنار داماد برده دل به مهرت سپردم. اکنون تو پاس دار که مرا هنگام خواب است. پس سر اندر کنار دختر نهاده بخفت و دختر را بر فراز درخت به ملک زادگان نظر افتاد. سر عفریت را نرمک به زمین گذاشت و ملک زادگان فرود آمدند. ماه روی ایشان را به خود اجابت کردند. پس از آن دختر بندی ابریشمین به در آورد که 570 انگشتر در آن بود. گفت: می دانید این انگشترها چیستند؟ ملک زادگان مات و مبهوت به دختر خیره شدند. دخترک گفت: خداوندان اینها در پیش این عفریت با من آنچه شما کرده اید را کردند. انگشتری به یادگار سپردند. شما نیز انگشتری به من سپارید و بدانید که عفریت مرا در شب نخست از بر داماد ربوده و در صندوق آهنین کرده و در میان این دریای بی پایان از من همی دارد. غافل از این که ما را به دم پیر نگه داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت. آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. ملک زادگان از دیدن این حالت و شنیدن این مقالت شگفت ماندند و گفتند: داستان عفریت از قصه ما عجیبتر و محنتش بیشتر است و این حادثه ما را سبب شکیبایی تواند بود. پس به شهر خیش بازگشتند. شاه زمان تجرد گزیده از علایق و خلایق دور همی زیست، اما شهریار خاتون و کنیزکان و غلامان را عرضه شمشیر و طعمه سگان کرد. پس از آن هر شب باکره‌ای را به زن می آورده، بامدادش همی کشت و تا 3 سال حال بدین منوال گذشت. مردم به ستوده آمدند، دختران خود را برداشتند و هر یک به سوی رفتند و در شهر دختری نماند. روزی ملک شهریار با وزیر گفت: دختر شایسته‌ای برای من پدید آور. وزیر آنچه جستجو کرد دختری نیافت. از هلاک اندیشناک گشت و به سرای خیش رفته و ملول و غمین نشست. باو را در خانه 2 دختر بود، یکی را شهرزاد و دیگری دنیازاد نام داشت. شهرزاد و دنیازاد به دلیل بیماری پدرشان از ترک شهر عاجز بودند. در همین هنگام وزیر همبستر شدن شهرزاد را با ملک شهریار درخواست کرد و این گونه شهرزاد قصه گو به داستان پیوست.